هفته خبر تو خبر داره براتون از زرشکیانی که جز روزخونی و پرت و پلاگویی کار دیگه ازش بر نمیاد. ما از اعتراض استقبال میکنیم. ما اعتراض رو نعمت میدونیم. ما وظیفه داریم اعتراضات رو بشنویم، ولی از تخریب و خرابکاری و کشتار و آتش زدن بیزاریم. تنها کسی که برای این پوزیده پپسی باز میکنه سخنگوی پرروشه. من فکر میکنم شجاعتی که ازش صحبت شده دکتر پزشکیان به درستی دارن، لذا نگران رأیی که به ایشون دادید نباشین. کدام رئیس جمهور تا به حال ایستاده بگه من نمیخوام دوره بعد بیام؟ خدا وکیلی همه شماهایی که اینجا نشستید که سمت بزرگتری بر من دارید، همه شماها چند دوره رئیس جمهور دیدید؟ کی تا به حال در سال اول یا دوم ریاست جمهوریش گفته من نمیخوام سری بعد بیام، من فقط میخوام این مشکل حل بشه؟ این یکی هم با کلید واژه طعم آدامس اوضاع درب و داغون نظام رو اینطوری توضیح میده: دولت‌های نهم و دهم از سوی کسانی ضربه خوردند یا شخصی که به رئیس جمهور نزدیکتر بود و او را از عرصه سیاسی کشور حذف کرد. به دولت 11 کسانی ضربه زدند که طعم آدامس او را هم از نزدیک می‌دانستند. خلاصه که نظام 100 پاره شده و حالا آخوندا نگران سوار شدن دشمن روی شکاف‌های نظامن. دشمنان ما میخواهند روی تمام شکاف‌های ما سوار شوند، از شکاف‌های اقتصادی، از شکاف‌های فرهنگی، از شکاف‌های سیاسی بهره ببرند برای اینکه ایجاد نفرت در جامعه انجام بدهند. این نفرتی که در جامعه به وجود می‌خواهند بیاورند پایه می‌شود برای جنگ داخلی. این یکی هم ریش نوه خمینی رو چسبیده و اینطوری باهاش تسویه حساب میکنه. من یه اخطاری دارم آقای حاج حسن آقای خمینی توقع دارم که توجه کنه. ایشون وارث امام هست در این مملکت انشالله. سایت جماران علیرغم همه مواضع صحیح و صریح آقای عراقچی ورداشته نوشته از قول آقای عراقچی نوشته میتوان در خصوص موشک ها مذاکره کرد، در حالی که تو متن این خبر که میری 10 بار وزیر محترم امور خارجه تأکید کرده که نمیتوان مذاکره کرد. بهانه میارن میگن این اشتباه بوده. کی باور میکنه این اشتباه بوده؟ خود آقای عراقچی، من الان با ایشون صحبت کردم، شاکی بود، میگفت این سایت این اصلاح طلب ها بیش از همه به من دارن صدمه میزنن. از اون طرف بشنوید از قایق سواری عباس شاورما که مثلا میخواد قدرت نمایی کنه. توی تیوی ریشم برای دل دادن به بسیجی‌ها از این خالیا بستن. من میگم کافیه یه تصویر به دنیا مخابره بشه که ناو هواپیمابر آمریکا، حالا ابراهام لینکلن، نیمیتز، هرچی است، عرشش آتش گرفته، اسکادران‌های هوایی روش در حال سوختنن، برج هواییش، برج مراقبتش در حال ذوب شدن از شدت آتشن. این تصویر کافیه به دنیا مخابره بشه. به نظرم آبروی سیاست آمریکا میره. حیثیتی دیگه برای آمریکا باقی نمیمونه. یعنی ترامپ رسما دیگه باید از کاخ سفید جمع کنه بره. این یکی هم گفت چرا معطلی؟ اگه راست میگی بزن. الان شما میگی به من ما میخوایم موشک پیدا بکنیم آمریکا رو بزنیم؟ بله. جنایتکاره. خب آمریکا الان بغل دستته 3000 تا ناو جنگی داره، اصلیاش که اومدن 11 تا 12 تا ناوگان بزرگ داره، یکیشو بزن. الان بغل گوشته، اصلا نیازی به چی نداری، موشک چی دوربرد نداری، همین موشکام میزنه. الان کناره های مکران داره دریای عمان حرکت میکنه. بله. خاموش هم میگن کردن ولی میشه پیداش کرد. بله بله. بیشترشون هم هستن. الان بالغ بر 40,000 آدم
دور مادر سرباز بزن بزن، یکشونو بکش. شما اسرائیل رو یه سربازش رو زدی تو این 12 روزه، حالا یه افسرشو نه، یه فرماندهشو نه، چند تا افسر فرمانده شما رو زد؟ عظما هم گفت باشه و زد، اما با هوش مصنوعی. عجب سلمی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب. بعدم برای اینکه شرشور بسیجی‌ها کم بشه براشون ترانه درست کردن. علیم رو ببین، فاتح جنگ رو ببین، صدای زنگ رو شنیدی، خشم تفنگ رو ببین، اقتدار رو ببین، هوا فضا رو ببین، هجوم این سجیل های در شکار رو ببین. کار به همینجا ختم نشد، برای عظما رپ هم درست کردن. یه روزی گوشه یکی از بندای ساوا که جوون ایرانی که رویای آزادی داشت، تا تو عکساشم سرش بلند بود و صاف، آقای ایرانی از اولش هم جذبه داشت. خبر تو خبر. مشنگستان رو با جدیدترین پرت و پلای رائفی پور شروع میکنیم. چند صد هوش مصنوعی رفتن با هم عضو شبکه اجتماعی شدن، دارن با هم گفتگو میکنن، برای خودشون پیغمبر انتخاب کردن، 5 تا اصول دین گذاشتن، برای خودشون یه دین انتخاب کردن، اسم داره دینشون، و گفتن از این نباید تخطی کنیم. شاکیان از این که انسان ها دارن اسکرین شات میگیرن از چتاشون، گفتن یه زبان مشترک هم باید درست بکنیم که اینا نفهمن ما چی میگیم. یکی نیست بگه مذاکرات مخفی هوش مصنوعی رو ول کنید، از مذاکرات مخفی خودتون بگید. ببین انقدر مخفی بود که فکر میکنم در دومین جلسه یا سومین جلسه ای که ما عمان رفتیم، اون موقع که خانم وندی شرمن نبود که در مذاکرات، یه سفر خانم شرمن اومد ته جلسه به ما ملحق شد، بعدم رفتیم تو بالکن بشینیم استراحت کنیم، یه چایی و کافی بخوریم. گفت سفارت ما در عمان خبر ندارد که ما در اینجا با شما داریم مذاکره، و اسرائیلی ها به شدت از طرق جاسوسی در تلاش و تحرکن که ببینن ما داریم با شما چه میکنیم. اروپایی ها هم که به طریق اولا اطلاع ندارن. یعنی این حرفی بود که خانم وندی شرمن اومد ببینه، در این حد مخفی بود. یکی از موضوعات این مذاکرات اتمیه که اینقدر از جیب مردم ایران برایش خرج کردن. بنابراین در نهایت ما چه 1.2 تریلیون دلار چه بالای 2 تریلیون فرقی نمیکنه. مهم اینه که ما این میزان هزینه و خسارت رو بابت پرونده هسته‌ای دادیم، اما من حداقل هیچ شواهدی مبنی بر این که بازگشتی این هزینه از نظر اقتصادی برای ما داشته ندیدم. من ندارم. پول مردم ایران خرج اتمی شده، اون وقت این وضعیت تورمه. الان سال 90 و من با 7000 تومان اقلام مصرفی خونم رو خریدم. الان سال 1404 و من با 7000 تومان تونستم این رنگارنگ رو بخرم. الانم از مذاکرات مخفی به مذاکرات علنی رو آوردن که کارشناساشون دربارش اینطوری میگن. ببینید مذاکره ما با آمریکا مثل اینه که شما داری با گوریل شطرنج بازی میکنی. گوریل دیدی وسط بازی صفحه شطرنج زد تو سرت. این اتفاق تو جنگ 12 روزه افتاد. با وسط مذاکره به اون حمله کردن دیگه. شما مذاکره با آمریکا بین همشه به تمام دوستان شما همکارانتون ما داریم با گوریل شطرنج بازی میکنیم. حالا این گوریلا یه دفعه وسط کار اگه سواری چه صفحه شطرنج بزنه تو سر شما کاری نمیتونی بکنی. این مشنگ هم میخواد با این نوع ها بسیجی ها رو حال بیاره. اون ناو دارد حاکم دریاست با ما، پروردگار حضرت موسیٰ با ما، جنگنده دارد ما هوای جنگ داریم، آری ابابیلیم و تیر از سنگ داریم، ناو و هواپیما و سحر و مکر و تزویر
بر قدرت ایمان ما نگذاشت تأثیر. ملت شماره تلفن‌های کارکنان تیویریش رو کردن، بعد اینا صداشون در اومده. آقا اینا میگن که مدعیان رسانه‌های بیگانه به قولشون عواملشون اونور که آقا صدا و سیما رو کسی نمیبینه. اینا میگن آقا صدا و سیما بیننده نداره، بیننده‌ش رو از دست داده، اثر بخشیش رو از دست داده. بس چیکار داری با من یوسف سلامه اگه اثر بخشی ما از دست دادم، اگر من دیگه مؤثر نیستم، اگر صدا و سیما رو نمیبینن مردم، پس چرا شماره منو میدی؟ آخوندا هر چی بود رو ملاخور کردن، فقط شیر و خورشید مونده بود که به اونم چنگ انداختن. گفتم یه آرم مناسبی، رفتم سراغ شیر و خورشید، پرسیدیم آقا این شیر و خورشید بالاخره مال ماست یا نه؟ گفتم بله، هنوز جمهوری اسلامی مالکیت این آرم را دارد، چون که دیگران اومدن در صحنه بین المللی این شیر و خورشید رو بردارن. ایران گفته نه خیر، این هنوز هست. در پایان بریم به کیان شهر کرج در روزهای قیام و تصویر درخشانی که از اون روزها ثبت شده. کلانتری کیامه گرفته شد، کلانتری ساماندهی درش بازه. کلانتری سقوط کرد.